مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شام 19 مای سال 2022 در یک اظهارات ویژه گفت ناآرامی‌های اخیر را در ناحیه روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان علیم شیرزمانوف، خولباش خولباشف و الفت خانم محمدشایوا رهبری و سرپرستی می‌کردند. الفت خانم محمدشایوا روز 18 مای در شهر دوشنبه و بنا به اطلاع دریافتی هنوز رسما تصدیق نشده، پلکوونیک خولباش خولباشف فرمانده سابق یک قسم مرزبانی در ولایت مختار کوهستان بدخشان نیز روز 18 مای در حدود ولایت سوخت دستگیر شدند. علیم شیرزمانوف معاون رئیس پیمان ملی یک ائتلاف در تاجیکستان فعلا ممنوع نیروهای مخالفین تاجیک از سال 2017 در پولشا به سر میبرد. نام خولباش خولباشف فرمانده وقت اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک در ولایت مختار کوهستان بدخشان در سال 1995 وقتی ورد زبانه شد که از یک سوءقصد مسلحانه به جان پرزیدنت امامعلی رحمان جلوگیری کرد و نگذاشت که سلاح به دستان یک گروه دیگر مخالفین امامعلی رحمان را که با نخستین سفر کاری به ولایت مختار کوهستان بدخشان آمده بود بکشند. بعد امضای سازشنامه سال 1997 خولباش خولباشف به صف نیروهای مرزبانی پیوست و سالهای طولانی فرماندهی یک قسم بزرگ مرزبانی را در سمت بدخشان بر عهده داشت. به فرق از دیگر فرماندهان سابق مخالفین از ولایت مختار کوهستان بدخشان، خولباش خولباشف در حوادث سالهای اخیر بدخشان بی‌طرفی را اختیار کرده بود و با حکومت مخالفت نمی‌کرد. ولی وزارت کارهای داخلی در اظهارات اخیرش میگوید روزهای 17 و 18 مای سال 2022 200 نفر در ناحیه روشان شورای بین المللی دوشنبه خاروخ قلمه را در 3 نقطه بسته حرکت تمام نمود واسطه‌های نقلیات را محدود کردند. آنها تحت رهبری و سرپرستی اعضای در جستجوی رسمی قرار داشته تشکیلات اکستریمیستی علیم شیرزمانوف و هم مسلکان جنایتی او خولباش خولباشف الفت خانم محمدشایوا با مقصد خللدار نمودن امنیت دولتی، ضربه زدن به پایه‌های ساخت کنستیتوسیونی، مانع شدن به فعالیت مقامات حفظ حقوق، به تهلکه انداختن اهالی با سلاح و اسلحه جنگی مسلح گردیدند، میگوید وزارت کارهای داخلی. وزارت کارهای داخلی گفت در جریان عملیات روز 18 مای در روشان 8 سلاح به دست نابود، 11 نفر زخمی، 114 نفر دستگیر گردیدند و 8 نفر مورد جستجو قرار داده شدند. این در حالی است که ساکنان ناحیه روشان میگویند روز 19 مای مقامات جسدهای 21 ساکن کشته شده روشان را برای گور و چوب به خویش و تبارشان دادند. نشریه بریتانیایی The Guardian روز 19 مای خبر داد که در جریان سرکوب اعتراضهای اخیر در ولایت مختار کوهستان بدخشان دست کم 25 ساکن این ولایت کشته شدند. ساکنان روشان میگویند اعتراضگران سلاح نداشتند و نیروهای قدرتی به بالای ازدحام مردم آسایشته تیر گشادند.